خوش اومدین به یکی دیگه از ولاگای یوتیوب من لیلی پوت. حقیقتش اینه که من امروز دارم یه جای خیلی خفن میرم. خفنیش به دو دلیل. یکی اینکه دعوت شدم، یعنی اینویتیشن اونلی هست. در واقع انگار که مثلا انتخاب شدم بین یه سری از افراد. خب این خفنش میکنه که همه نمیتونن شرکت کنن. و دومیش هم این که یه سری آدمای خیلی مهم و تاثیرگذار توی سیاست آمریکا رو قرار ببینم که برای منی که همیشه این آدما رو تو فیلم میبینم، توی حتی فیلم هم حقیقتا نمیبینم، توی اخبار میبینمشون، توی تلویزیون میبینمشون، برای من هیجان انگیزه. البته درک میکنم که ببخشید من همزمان دارم کیفمو هم میپیچم، درک میکنم که برای یه سری آدم میتونه اصلا هیچی نباشه، مثلا که چی؟ حالا ببینید که چی. من خیلی خوشم میاد، همونطور به همون دلیلی که کنسرت زیاد به همون دلیلی که کنسرت زیاد میرم، چون دوست دارم آدمایی که همیشه میبینمشون توی کنسرت، توی مثلا موزیک ویدیو، کلیپ، اینا دوست دارم مثلا از نزدیکم ببینمشون، خوشم میاد. ضمن اینکه حالا اونجا اساسا موزیکو هم خیلی دوست دارم. موردی که هست در واقع من دارم میرم Legislative Flying ASC. ASC یعنی American Society of Civil Engineers، جامعه مهندسین عمران آمریکا. این ارگانیزیشن در واقع ایونت خیلی میذاره، ایونت های تخصصی هم میذاره و منم زیاد رفتم ایونتاشو. اما این ایونتش با legislative، با کسایی هستن که قوانین مرتبط با مهندسی عمران، قوانین سیاسی طورش رو میذارن. مثلا چقدر بودجه اختصاص بدیم امسال به اینفراستراکچر، چقدر بودجه به مترو اختصاص بدیم و اینجور چیزا، در واقع سیاست گذاری هست. و به خاطر همین من امروز قرار سناتورای ایالت‌های مختلف رو ببینم، کانگرسمن‌ها و کانگرس‌وومن‌های ایالت‌های مختلف رو ببینم، از جمله DC، مریلند، ویرجینیا. یه چیزی که خیلی برام جالبه، حالا شاید شما بشناسین، برنی سندرز سناتور ایالت ورمانت هم هست و امیدوارم تا اونجایی که میتونم به عکس و فیلم بگیرم، ولی حتما باید قانونشون رو بپرسم ببینم که چجوری میشه. این اجازه دارم، حالا گرفتن عکس و فیلم یه چیز، پخش کردنش، شیر کردنش روی سوشال میدیا هم یه موضوع دیگه است. و حالا چون با قانونگذارا سر کار دارم، ترجیح میدم هیچ گونه کار غیر قانونی نکنم. خلاصه برام خیلی جالبه که ما میتینگ این پرسن داریم، به مدت کلا 3 روز هست و این چیز این انگار گدرینگه توی واشنگتن دی سی هم هست دیگه، پایتخت سیاسی آمریکا. و فردا هم یه بازدید خیلی خفن‌تر و اسپشال از کنگره آمریکا داریم، از کنگره قانونگذاری، همون مجلس سنای آمریکا داریم. بازم نمیدونم قوانین فیلم عکس چی شده، ولی هر روز قوانینشو میپرسم. خودم خیلی هیجان زدم برم ببینم کیا رو میبینم، با کیا میتینگ میگیرم. حالا اگه تونستم که فیلم عکس بگیرم که حتما اد میکنم به ولاگ، اگر نه تعریف که میتونم بکنم، میام تعریف میکنم. خلاصه طبق معمولم که دیرم شده، بریم ببینیم که امروز قراره چه خبر باشه. حالا امروز هم ستایل بهمون گفتن، برام حتما گفتن بیزنس کژوال، که بیزنس کژوال حالا یه بار توی ویدیو دیگه هم گفتم همین، یعنی یه کمی کت و شلوارای بیزنس کژوال طور. حالا کت من یه کمی جینگلی بینگلی داره، ست شلوارش یه کمی انگار لیستور از این حریرا داره و اینا، بیزنس کژوال. درسته که کت شلوار سته ولی بیزنس کژوال. ولی فردا که بازدید از کنگره داریم بهمون گفتن که چیزا اتایر، بیزنس درس کد بیزنس فرماله، یعنی مثلا مردا باید تای بزنن، کراوات بزنن، خانم‌ها یا کت و دامنای خیلی رسمی طور یا کت و شلوارای رسمی طور. خلاصه حالا واسه پردازی آماده کردم. فعلا بریم امروز برسیم تا ببینی فردا چه خبره. مرسی که ما هم بودی، بابا
آپشن دادن، چیکن ساندویچ، ترکی، همون بوقلمون و وجی برای کسایی که گیاهخوارن و گوشت نمیخورن. چه نهار خوشگلی. اینم نهار. So what did you get? I think this should be a veggie one, but I'm not sure. Okay, let's check it out. Yeah. Is it? How do I figure it out? Are critical to America's infrastructure and to a functioning U.S. economy. ASE is a proud member of the Public Finance Network, where we are working with state and local governments and other industry partners to educate members of Congress about how bonds... And it's going to connect a community that has had no economic development opportunity at all to the heart of our downtown. So it's opening up this enormous corridor. اینم از مصاحبه هایی که دارن میکنن، دارن یه ویدیو درست میکنن برای کانگرسمنا، کانگرسومنا، سناتورا از مشکلات هر ایالت، چون از کل آمریکا جمع شدن امروز. ایشون هم تیمی منه، بیل از ویرجینیا، و داره مشکلات دوچرخه سوارا رو میگه بیشتر تریل میخواین، خلاصه که خیلی باحاله. اینم بقیه و کاکتیل آور هست در واقع. الان دارن همه واین میخورن، یکمی چیل میشن. خب اینم از خودم دیگه. الان ساعت 5 داغون. So this is for my YouTube vlog. Oh, you vlog? Yes. Hi. Yes. She's my teammate for tomorrow. We're gonna go and get our fun, right? We are. Yay! So, yep, that's it. Great job. This is actually for my YouTube vlog. Oh, it is? Okay. Yep. All right, I'm here to support. Perfect. Whatever YouTube channel this is. Thank you so much. All right, this is the American Society of Civil Engineers, where we aim to make a difference throughout the world. Amazing. Thank you so much. Tomorrow is gonna be a big day. سلام، خوش اومدیم به روز دوم از گدرینگ کنفرانس سامیت. نمیدونم آخه هیچ کدومش نیست. لجیسلیتیو. خوش اومدیم به روز دومش. امروز روز هیجان انگیزه، روزیه که قراره یه بازدید از کنگره داشته باشیم و کانگرسمنا، سناتورها همه اینا رو ببینیم، راجع به مشکلات زیرساخت‌های عمرانی حرف بزنیم، در واقع ازشون پول بخوایم، بودجه بخوایم، بگیم چک ما رو بدین بریم. حالا من بار اولم شرکت میکنم، خیلی کسی از من انتظار نداره که مثلا بودجه خاصی بگیرم و همین الان فاند 6 تا پل مثلا الان فاند بگیرم، ولی بیشتر دارم یاد میگیرم واسه سال دیگه و بیشتر خیلی هیجان زدم از دیدن این اشخاص سیاسی مهم که قرار برم ببینمشون. Thank you. برم ببینمشون و اتایرم که بیزنس پروفشنال بود. You go ahead. اتایرم که بیزنس پروفشنال بود، طبق معمول دیرم شده، دیرمه. بریم ببینیم امروز چه خبره. اینم از رپیوتیشن کشور عزیزمون در کنگره، در ساختمون سناتورای آمریکا. یعنی واقعا چرا منو راه دادن. سلام مجدد. من الان توی ساختمونی هستم که آفیس همه کانگرسمنا و کانگرسومنا وجود داره، همه در واقع نماینده های مجلس تمام ایالت های آمریکا و پورتوریکو هم شده جزء یکی از ایالت های آمریکا و خب همه آفیسشون اینجا هست و طبقات مختلف. خیلی برام جالب بود که اینجا واسه عموم آزاده، یعنی همه میتونن بیان، حالا دم در بازرسی بدنی میشین و بس حالا نگاه میکنن، چک میکنن، ولی با احترام هدایتتون میکنن به آفیسا
و شما میتونین هر کسی، هر شهروندی، غیر شهروندی، مهاجری، هر کسی میتونه بره و با در واقع رپرزنتیتیو، با کسی که نماینده مجلس، نماینده اون کانتی که داره توش زندگی میکنه، کسی که در واقع داره از حقوق اون فرد توی مجلس قانونگذاری آمریکا دفاع میکنه، میتونه بره روش حرف بزنه، میتونه بره مشکلاتشو بگه، میتونه بره درخواستی اگه داره بگه. البته باید وقت قبلی بگیره. خلاصه برام خیلی جالب بود. من فکر کردم مثلا بوروکراسی اداریش خیلیه، باید شما حالا بری و اصلا نمیذارن، همه کس نمیتونن اینا رو ببینن. فقط چیزی که داره، ممکنه شما با خود اون رپرزنتیتیو، با خود اون کانگرسمن و کانگرس وومن نتونین ملاقات کنین، ولی با نمایندهشون میتونین. هر کدوم از آفیساشون کلی نماینده دارن، همه هم یه سری جوانای شارپ، یعنی خیلی سنشون کمه، کسایی که دارن واسه این کانگرسمنا، کانگرس وومنا کار میکنن و واقعا جوان هستند و جویای نام. در این حد که حتی مثلا توی این میتینگایی که من رفتم میگفتن که برین دعا کنین با خود نماینده مجلس میتینگ نداشته باشین، یه نفر نماینده یه نفر رو بفرسته به جای خودش، بلکه اونی که میفرسته جوونه، شارپ، اکتیولی کار میکنه روی اون موضوعی که شما بهش میگین، ولی اون نماینده هزار تا چیز به سرش هست. شاید یه جلسه فرمالیته بذاره و زودم بره و یا اصلا دقیقه آخر جلسه رو کنسل کنه. خلاصه که خیلی جالب بود این بوروکراسیه رو، من تا حالا خب تجربهش نداشتم. و اینکه آره دیگه ما هم اومدیم با 4 تا از نماینده‌های ویرجینیا صحبت کردیم و حالا بعضیشون خودشون بودن، بعضیشون هم یه نفر رو به جای خودشون فرستادن و ما در واقع از طرف ASC اومدیم، American Society of Civil Engineers، و خیلی باحال بود. تجربه قشنگیه، تجربه جالبیه. و حالا 2 تا میتینگ دیگه هم با سناتورها داریم. ایالت ویرجینیا 2 تا هم سناتور داره. اونا ساختمونی که آفیس سناتورها هست متفاوته، در واقع انگار اونور خیابونه، ولی همه اینا دور تا دور مجلس قانونگذاری آمریکا هستن. تو کپیتال هیل هستن و مجلس قانونگذاری که کپیتال بهش میگن. خلاصه خیلی تجربه جالبیه. من خیلی خوشم اومد واقعا از این موضوع. الان توی غذاخوری همین ساختمون نشستم، خیلی آدمای جور و جور میان. حالا ما کارتای ASC داریم، یه سری دیدم نرس و دکتر و اینا هستن، از یه مدیکال سکول اومده بودن، لابد اونا هم درخواستای خودشونو دارن، ولی فکر کنم همه بیشتر برای فاند میان، برای گرفتن بودجه میان و گویا خیلی هم تاثیرگذاره. اگه که بیاین و باشون بعد فالوآپ کنین کلا خیلی تاثیرگذاره. خلاصه که من خیلی حال کردم، خیلی خوشم اومد که انقدر این نماینده ها در دسترس هستن واسه عموم، انقدر در دسترس هستن که بری باشون صحبت کنی، بری باشون مشکلاتتو شیر کنی. واقعا برام جالب بود. حالا اون میتینگ های سناتورها هم بریم. امشبم که یه در واقع انگار چی بهش میگن؟ گیم چنجر اسمشو گذاشتن امشبم، که قراره در واقع یه روفتاپی گرفتن دوباره نزدیک همینجاست، قراره دور هم جمع بشیم و کاکتل میدن و یه پرزنتیشنیه، یه رپ کنن از این 2 روزه. و حالا من انقدر خوشم اومده که ایمیل زدم و خواستم که کلا جزء تیم بشم که در واقع بهش میگن ادوکسی تیم، که ادوکیت کنم، دفاع کنم از حقوق سیویل انجینیرها، مهندسای عمران، فاند بگیریم. به نظرم خیلی کار باحالیه. یعنی یه جورایی انگار ببخشید وکیل هستی ولی با مایندست یه مهندس عمران. من یه همچین تجربه مشابهی رو هم داشتم توی یه کمپانی قبلی که کار میکردم، SGH، کمپانی خیلی معروفی است و این شکلی بود که من در واقع روی لیتیگیشن ها کار میکردم، روی پروژه‌ای کار میکردم که به مشکل خورده بود، دعوا شده بود و اینا، و کارشون به دادگاه کشیده بود و دادگاه ما رو به عنوان یه شخص سوم بی‌طرف استخدام میکرد که بریم بررسی کنیم، ریسرچ کنیم، همه دیزاین‌های پروژه رو بخونیم، اینجوری که اجرا شده اون ساخت و ساز رو بخونیم و بعد نظر کارشناسانمون رو بگیم که تقصیر کیه. تقصیر کارفرما بوده، تقصیر کسی که ساخت و ساز رو اجرا کرده بوده، پیمانکار بوده، مقاطع کار بوده، تقصیر کی بوده این وسط؟ تقصیر مهندس دیزاینر بوده، تقصیر کی بوده؟
و من خیلی اون شغل رو دوست داشتم، خیلی برام جالب بود. یا مثلا خیلی وقتا هم یه کمپانی دیگه میومد یه مشکلی به مشکل خورده بود و در وسط کشمکش بود، میومد ما رو سریع استخدام میکرد، خیلی فورس ماژور میگفت مثلا من تا 2 هفته دیگه میخوام که شما برین بخونین این فولدر پروژه رو و به من بگین آیا من همینجا باخت و قبول کنم، خیلی تقصیرمه، یا اینکه با اون آدم برم مثلا با اون طرف مقابلم برم کورت و نه مثلا شانس دارم که تو کورت برنده بشم. خلاصه من از این چیزا خیلی خوشم میومد، برای که دقیقاً یه جورایی وکیل طور بودی دیگه. بعد من میشستم ایمیل هایی که بین مهندسا و همه چیزو هم به ما میدن. حالا اگه شما مهندس عمران هستین بدون آگاه باشین، هر چیزی که توی ایمیل شما مینویسین بعد میتونه بر علیهتون تو دادگاه استفاده بشه. هیچ وقت ننویسین مثلا با مسئولیت من شما برین این سازه رو اجرا کنین، با مسئولیت من این نمونه برداری رو اجرا کنین. این مسئولیت من یه روزی میاد شما رو هانت میکنه، میاد شما رو یقه شما رو میگیره. و آره من خیلی از اون کار خوشم میومد، ولی متاسفانه فشار کاریش خیلی بالاست. یعنی مثلا تو اون 2 هفته شبانه روز بعد میشستیم ایمیل میخوندی، مدام میتینگ داشتی، برای که هر کس توی یه تیم که کار میکردیم اساین میشد به یه قسمت. مثلا من قسمت دیزاین، یکی قسمت اجرای پروژه رو برمیداشت، یکی میرفت کانترکت ها رو نگاه میکرد، مثلا ببینه یهو تو کانترکت و تو قرارداد فلان چیز ذکر نشده پس نیازی نبوده انجام بشه، پس اصلا شما هیچ تقصیری بهت نیست. خلاصه خیلی باحال بود، یه تیم ورک خیلی خفن و اینکه خیلی زود توی فرصت کم کلی چیز یاد میگرفتیم. ولی من اونجوری اومدم بیرون، حالا دلایل خاص خودش رو داشت، اما علاقه من چیزی به اون موضوع کم نشد و هیچ وقت کم نمیشه. اما حالا که پیدا کردم اینم یه جورایی شبیه اونه، من خودم اسممو دادم به عنوان والنتیر که اگه بشه، اگه قبولم کنن، رزومه‌مو آتش کردم اینا، اگه قبولم کنن برم توی کامیتی و دیگه شروع کنم با این نماینده ها، سناتورها، اینجور چیزا، میتینگ های این پرسن داشته باشم، ببینیم چی میشه. مرسی که تا اینجا نگاه کردین. من مطمئن نیستم دیگه فیلم و چیزی باشه و به باقی بمونه که من بیام و اد کنم به این ولاگ، ولی عکس‌ها رو میتونین ببینین، عکسایی که گرفتم با کانگرسمن و سناتورها اونا رو براتون میذارم. حالا اون 2 تا میتینگ دیگه هم برم. الان میخوایم با همه کسایی تیم ویرجینیا که هستیم جمع بشیم جلوی ساختمان کنگره، یه عکس همه گونه با همی بگیریم واسه لینکدین اینا، عکس ورژن پروفشنال. و اگه چیز دیگه بود که من چیز میکنم میگیرم، حالا من به همکارامون گفتم دارم ولاگ میگیرم، خیلی هم ذوق کردن. یکی اومد تو ولاگ یک کوچولو حرف زد، توضیح داد ما کی هستیم، اونم یکی از کسایی که توی از طرف ویرجینیا نماینده شده. خلاصه که حالا اگه چیز دیگه بود که من اضافه میکنم، اگه نه اصلا اینجا خدافظ. شاید یه کوچولو از اون روفتاپ بگیرم چون به نظرم باحال میشه و یکم هم دیگه شب این فرمال همه دارن میرن، سعی میکنم که از روفتاپ هم براتون بگیرم. پس بمونین، ببینین، سابسکرایب کنین، لایک کنین، کامنت بذارین، شیر یادتون نره. مرسی که با من بودین، مرسی که این ولاگ رو نگاه کردین، ممنونم. سابسکرایب یادتون نره. خدافظ.